امروز میخوایم با هم دیگه یه غذای خاطره انگیز و خوشمزه رو درست کنیم، اما با این روشی که من بهتون آموزش میدم امروز انقدر راحت و سریع درست میشه که مطمئنم هفته یک بار درستش میکنید. سبزی پلو با ماهی. بزن بریم با هم دیگه برای درست کردنش. ماهی هامونو توی ظرف مورد نظر میریزیم و تو مرحله اول نمک و آب لیمو رو به ماهی هامون اضافه میکنیم. بعد پودر سوخاری و ادویه هایی که داخل کپشن براتون نوشتم رو به ماهی ها اضافه میکنیم و اجازه میدیم 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم استراحت کنه. تو این فاصله برنجمون رو درست میکنیم. برنج، نمک و سبزی پلویمون رو روی گاز میذاریم و اجازه میدیم که آبش جوش بیاد. وقتی که آبش جوش اومد 1-2 قاشق روغن بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم که آبش جمع بشه و برنجمون رو به اصطلاح دم میذاریم. تو این فاصله که برنجمون رو دم میذاریم ماهی هامون رو سرخ میکنیم. اگه تا اینجا با من همراه بودی کانالمو ساب نداشتی لطفاً کانال منو ساب کنید، لایک کنید و ازم حمایت کنید. ممنونم از همگیتون. توی تابمون 1-2 قاشق روغن میریزیم. کره هم البته من اضافه کردم چون طعم ماهی رو خیلی بهتر میکنه، شما میتونید اضافه نکنید. بعد از این که روغنمون حسابی داغ شد ماهیامونو که از قبل کمدار کرده بودیم داخل روغن حسابی داغ شده سرخ میکنیم. هر دو طرف ماهیمون رو اجازه میدیم که به خوبی سرخ بشه. وقتی ماهیمون سرخ شد این فاصله برنجمون هم دیگه دم کشیده. سبزی پلو با ماهی خوشمزه و سریعمون آماده میشه. امیدوارم که درست کنید. بچه حتما درست کنید، خیلی راحته این مدل درست کردن. امیدوارم که درست کنید، نوش جونتون کنید و حتما نظراتتون رو برام بفرستید. خوشحال میشم بچه ها. نوش جان تک تکتون.